سلام، مطمئناً همه‌تان اسم کانال قشتیبه را شنیدید. آیا می‌خواهید که این پروژه به کدام مرحله رسیده است و اهمیت این پروژه برای کشور چقدر هست؟ پس بیایید این ویدیو را ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کانال قشتیبه فاز دوم پروژه با موفقیت به پایان رسید. پروژه کانال قشتیبه یکی از بزرگترین و حیاتی ترین طرح‌های زیرساختی در افغانستان است که با هدف توسعه زراعت، افزایش تولید داخلی و بهبود امنیت غذایی کشور در حال اجرا می باشد. این کانال که ظرفیت آبیاری بیش از 500,000 هکتار زمین زراعتی را دارد، گامی اساسی در راستای خودکفایی اقتصادی و صنعتی شدن بخش زراعت کشور محسوب می شود. اهمیت اقتصادی و زراعتی پروژه. این پروژه زمینه را برای مکانیزه شدن زراعت و افزایش تولیدات زراعتی فراهم می کند. موجب اشتغالزایی گسترده در مناطق تحت پوشش خواهد شد. با بهره برداری از این کانال، وابستگی افغانستان به واردات محصولات زراعتی کاهش می یابد و کشور به یک صادرکننده بالقوه محصولات زراعتی تبدیل خواهد شد. تأثیرات زیست محیطی و چالش‌های منطقه‌ای. افغانستان در استفاده از منابع آبی خود مطابق با حقوق بین المللی و سهم قانونی خود از آب دریای آمو عمل می‌کند. برخی کشورهای همسایه نگرانی‌هایی در مورد تأثیر این پروژه بر رژیم آبی منطقه مطرح کردند. اجرای این طرح بر اساس اصول فنی و استانداردهای بین المللی در حال پیشرفت است. پروژه های مشابهی در کشورهای همسایه بدون مشورت با افغانستان اجرا شدند. در این راستا افغانستان نیز حق دارد از منابع آبی خود برای توسعه پایدار استفاده کند. پیشرفت پروژه. فاز دوم پروژه با موفقیت به پایان رسیده است و ساختارهای اصلی آن مطابق با استانداردهای جهانی تکمیل شدند. تمامی کارهای عمرانی با تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته در حال انجام است و پیش بینی می شود که پروژه در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد. تأثیرات ژئوپلیتیکی. این پروژه موجب تقویت استقلال اقتصادی افغانستان و افزایش نفوذ منطقه‌ای آن خواهد شد. گسترش روابط اقتصادی و همکاری‌های سازنده با کشورهای همسایه در چارچوب منافع مشترک می‌تواند از چالش‌های احتمالی بکاهد. پروژه کانال قشتیبه یک تحول اساسی در بخش کشاورزی، امنیت غذایی و اقتصاد افغانستان محسوب می‌شود. با تکمیل و بهره برداری از این پروژه، کشور به سمت خودکفایی در تولیدات زراعتی حرکت کرده و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد خواهد شد. در این حال، دیپلماسی آب و تعامل با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت بهتر منابع آبی و کاهش تنش‌های احتمالی گردد.